جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشاچیان عزیز شبکه شهنان. امروز در این لحظه های زیبا، در این روزی بسیار هم با فرح، ما در دهه آقسای، در دامن کوه، در جایهای استراحتی در این باغ به هوا حضور داریم. در نزد شرسره یکی از باغ زیباست که ما چندین مرتبه در این باغ مهمان بودیم. امروز واسه جشن زادروز فریدون جان شده ایستاده است. امروز فریدون یک ساله را از نام بیبی جانشان که در مسافرت هستند، از نام صاحبان تبریک میگویم و تمام صاحب جشن ها را در این روز خرسندی شاد باش میگویم و همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید. ما آغاز کردیم. رفتیم. سرباشی تو هستی جان پدر، بهری من تو بال و پر بچه جانم. خدا داده میوه محبتم پیغمبر. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم پدران، مردم سربلند آقسای عظیم. همه شمایان را به این لحظه های خرسندی به جشن زادروز و یک سالگی فریدون جان خوش آمدتان میگویم. خیر مقدم. البته برای ما صاحب جشن ها لازم هستند. فریدون جان همراهی صاحب جشن ها پدر مادرشان منصورکه و گلدان آویتی به نزد ما تکلیف میکنیم. البته بابا جان های عزیز، آقای مراد بابا، فیاض بابا را نیز به نزد ما تکلیف میکنیم. با قرصک های شمایان گلدان آویتی مرحمت، فرزند را گرفته به نزد ما نزدیکتر ببرید. مرحمت. خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم. سر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر، باباها مرحبا. من تو بال و پر بچه جانم. خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم. سر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من. مرحبا بابا جان نزدیکتر مثل وقتی که انا همین طفلک، انا همین کودک تولد می شود، از همه خوشبختترین انسان ها باباها هستند. چرا گفتم؟ باباها خرسند می شوند که باز دوامچی سلاله ما به دنیا آمد. و ناظر همراهی پدر مادرشان صحبت کردیم. بابا جان ها گفتند که 1 سال شده است الکی این پهلوان خاندان ما، این فرشته که خداوند کریم بهر ما عطا کرد، الکی 1 ساله شده است. خدا کند که بی درد و غم 100 ساله شود. امروز این پهلوان خاندان را، فریدون جان را از مسافرت از نام صاحبانه تبریک میگویم. گفتن حسین جان رفته نبیره شیرین ما را تبریک گوید. آن تحفه بی بهای خداوند ماست. همیشه صحت سلامت باشد.
به درد و غم هیچ وقت دیگر کسل نشده کلان شود و تویهای کلانش به ختنه توی و تویهای نکاحیش به آمده شما اشتراک کنید و ما آنا جان بابا جان ها را شاد باش گوید. امروز زادروزی نبیره مبارک باشد. در بحر و برم گوهر یک تاست نبیره، در باغی سخن بلبل گویاست نبیره. و البته برای نبیره شیرین میگویند امروز از نام آنا جان عزیزشان برای فریدون جان میگویم وجودت شادمانی داد ما را، خوشی زندگانی داد ما را، تو را ما سالها طلبیده بودیم خدا از مهربانی داد ما را. دلی پاکیزه داغ نبیند و چشمت صفای آسمان ها، ز لبخندت شکوفان بوستان ها، خوشا ابریشمی دستان نرمت که شادی میدهد و روح و جان ها. جهان انگشترین و تو نگینه که زیبای تمنای دلی مایی، وجودت نازکت از چشم بد دور که یکتایی، وجودت شادمانی داد ما را. امروزه فریدون جان را تبریک میگویم، زادروزشان مبارک باشد، 120 ساله شوند، مانندی پدرشان مانندی باباها انسانی اصیل شوند. البته داوی مراد بابا فیاض بابا دعا میکنیم که خودتان انسانهای اصیل شوند، در آینده صاحب کسب و کار، صاحب کسب و هنر، صاحب نامی نکو گردد و البته صاحب یک چند فرزندها شوند. در این خیلی لحظه های خرسندی میگویم نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگ تر دارد، پسر در کوی عشق افته چه پروای پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد و امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. داوی مراد بابا فیاض بابا حاضر گلدانایتی که صحبت کردیم، من که قریب 10 ساله استاژ کاری دارم همراهی مردم آقسای. مردم آقسای از تویهایشان میبینم که چنین دوستی و رفاقت زیاده دارند. حاضر مادر جان عزیز گفتن این پهلوان خاندان ما کم ناتاب شد و انا همین مردم ما همشون یک جایه شدن، همچون برادروار خواهروار دستی یاری خودشان را رساندند. در این لحظه ها هزار رحمتی مرا رسانید که من زبانم لال است و گفتنم غیر امکان است. بودنشان برای ما شکرانه است. اگر ما تا همین حیات هست در روزهای خرسندیشان خدا کند که فقط خدمت کنیم، در روزهای بهترینشان در خدمت آنها باشیم. با تمام مردم آقسای سر عزیز خود را فرو میاریم، با تمام جوره ها دوستان منصورکه با راهبری آن نفرانی که شب و روز همراهی ما بودند، ربی مکه و معروفکه همیشه همراهی ما بودن و انا همین پهلوان ما را با صحتمندی بخشیدن رحمت میگوییم. زیرا در این دنیا که این دنیا همش گذر دارد و غنیمت است، فقط نیکی زندگی میماند و از انسانیت چنین باغ میماند. این باغ نامش باغ است و اثرش انا همان نیکی های زندگی است. مردم سربلند آقسای عظیم از نام صاحب جشن های امروزه، از نام خانواده منصورکه گلدان آیتی، از نام انا همین پهلوان پسر خاندان فریدون جان رحمت، هزار رحمت میگویم برای هستی هایتان، برای آن خدمت های شایان و بی‌منتتان تشکر میگویم. خدا کند که کلان شود و انا همین پهلوان پسر نامبردار آقسای شود و آقسای عظیم از پیشش فخر کنند و ما این چنین فرزند داریم گفته از پیشش فخر کرده گردند. زادروزش مبارک باشد. امروز باشد این پهلوانی ما زادروز دارد. در این زادروزش یک خرسک افسانوی را از نام آنا جانشان تقدیم میکنیم با قرصک های مهمانان. زادروزش مبارک باشد. مرحبا. و البته شیرینی را میخواستیم بابا جان ها از دو طرف استان یک جای شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم. زادروز امروزه فریدون جان مبارک باشد. مرحبا. خدا داده نعمتم
میوه محبت بابا جان ها مرحمت یک جای میداریم کارتا بچه جان شیرین رو میبریم مرحمت سر باشی یا دختر تو هستی جانی حال سلاخه دارش باید من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم قلبم بچه جانم سر باشی یا دختر تو هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوانی من شادی ای تمامی من وقتی بر تمامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش سرانم روز مبارک البته امراد بابا نبیره را تبریک کنید دعا کنید که همه 18 به در آمدگیش به یک عروسی نازنین بیاریم و با یک دعاهای نیک شمایان تا اینها را آغاز کردن نصیب کند مرحمت سلامت باشه من امروز روز فریدون جان می باشد من 1 ساله شد الهیم همین 100 ساله شود بایراق ازبکستان بردارند الهیم پدر و مادر و بابای بی همشون فخر کنند الهی به پسر خوب شود 100 درای الهی رحمت شما به هم رحمت هزار رحمت مرحمت فیاض بابا اون فریدون هم آنی 100 درای با تویای باید با خدمت کنیم نفس شود داریم رحمت سلام علیکم سلام علیکم مهمانهای ادور و نزدیک آمدگی یکم امروز من حسین جان تبریک میکنم پسر کتی دختر میه خدا اینجا مدوای اومد پسر گفتن کلیدی داری جنت کلیدی سیوم داری جنت شده شده شما در دو یک دختر بود که بود الهیم ساق باشه عمرش کتی شده سالیه شده امروز فریدون جان کاکل گیرانش همون خشو تورا جمع شدیم الهیم فریدون جان سیاد سلامت باشه یک پسری کلونی زبردست شود پسری صالح شود خلقش ده شلوغش ده مدد رسون شود سایبونی سری پدر و مادر شود همی یکتوندم همی کل نیواره هاتون در همی روزا نصیب کنن حسین جان آمده خدمت کنن الهیم ساق باشه مدینه خاله من در زنده هوا گرم رحمتی کلون السلام علیکم خیشو هم یکتون خوش آمده فریدون جان الهیم 100 درایی این سال همی قطعی صحیفه بیش بیایه همه من یک جایه بگیره کردم گیره دیره شکیزارونیم 100 درایی الهیم فقط سیاد سلامت باشی بچه کن کلان شوی دو اونک ده دستیار شوی سروی رحمتی کلان سنده شما هم تبریک مبارک شود رحمت هزار رحمت خدا نایتی از نام خداتان از نام پدر جانشان تشکر میگویم برای آن جانشان و همون نمونه گپارا تکرار میکنیم مرحمت السلام علیکم مهمانای عزیز همتون خوش آمده به 1 سالگی فرزند من آنندم رحمتی کلام الهیم ساق رفتن سلامت بیاین همه که مایه خرسند کده میگردن الهیم همه وقت شاد و خرسند باشند هیچ وقت از لبانشان خنده دور نشود رحمتی کلام همتون در برای آمدگیاتون همه شوهرم دم رحمتی کلام همه که دستری من روز قلبی نه اونم نه بیبیم نبودگیشون من در معلوم نکردم همه وقت من کتی یک جایه شدم همه شون در رحمتی کلام اینجا خیشمان اپا اوکو هم همه شون در رحمتی کلام جوره ها شون در همه شون منت داریم الهیم اما نکرده خدا کرده رحمتی کلام برای اومدگیاتون تشکر زیاد هزار رحمت تشکر سلامت باشند امروز روز خرسندی است البته تشکرهای خود را رساندن بگذار از انسانیت فقط نیکی میماند الان خیلی نیکی ها کنیم و نام خود را با نیکی ها در کتاب ها نویسیم و باشد نوبت را به رقص میدهیم و میکنیم آنا جان ها السلام علیکم و بی جان ها یک تبریک کنیم نبیره را مرحمت رحمت دختر
السلام علیکم مهمونکای عزیز شامده نوری دیده همه گودکه که دیره دین است الهی عمری دراز بینه هم یک راه رو خود نگرده خدا نگاه دارتونه همه لکم کلان شود بهتر شود پدرش تا باباهاش تا اکیش تا همراه شود عمری دراز بینه ساق سلامت درده راه دورکا من خدا نگاه داره الهی ساق سلامت بیاین خیلی عمرکاتون دراز شود موشینکا دا نگرده خدا نگاه دارتونه عمره که من بینن الهی هم یک بهتر شوی عمری دراز بینید نیوریکاتون کلان شود فرزنداتون کلان شود خوش آمده هم یک خوش آمده نوری دیده رحمت مرحمت سرودهای شوق برای شمایان مادران یک جای میرقصیم پرسندی میکنیم مرحمت شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم هر کوکل زد اختری دارد در خانه عشق دلبری دارد هر کوکل زد اختری دارد در خانه عشق دلبری دارد وای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای باغ و بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم Yo babolina, shabnam golina, yo babolina, oy anor anor, yo babolina, shabnam golina, yo babolina. Har kokul zed akhtari dorad, der khonay ishq dilbari dorad. Har kokul zed akhtari dorad, der khonay ishq dilbari dorad. Oy ouj و barar yo babolina, shabnam golina, yo babolina. Oy ouj و barar yo ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم
عزیزان، فریدون جان را در روز زغدروز در یک سالگیشان تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را در این باغ زیبا و بهوا در دامنکوه آقسای همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان و خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.